تو این گفتگو هم تو همینجا شما سر بحث‌های متعددی رو باز می‌کنید، اجازه بدین اینا رو تا جای دیگه گفتگوهای دیگه تعقیب بکنیم در مورد وضعیت طبقه کارگر، وضعیت کمونیسم چپ و غیره. فقط بخیر خیلی خلاصه بگم که بحث این هفتمون به جایی رسیده باشه، فکر می‌کنین راه چاره کجاست؟ افقا کجا میشه؟ والا راستش اگه میدونستم که حتما میگفتم، ولی راه چاره من فکر میکنم که اینه که یه به اصطلاح راه چاره اینه که حرکت کمونیستی دوباره تو اروپا احیا بشه. اونم بعید میدونم از یه تعدادی گروه کوچیک ساخته باشه. شاید نجات اروپا تو انجام یه انقلاب کارگری تو ایران دنیاش، نجات دنیا تو انجام، به خاطر به نظر من یکی از جایی که بسیار امکان پذیر انقلاب کارگری بشه و این حصار سرمایه‌داری شکسته بشه ایرانه. وگرنه صرفا روشنگری و مبارزه روزمره و اینا اونقدر یواش و کند میره جلو که و به خصوص ما پایه جامعه عوض شده، میگم جامعه تبدیل شده به یه جامعه کاملا آپارتاید شد. طبقه کارگرشو قبلا طبقه کارگر رو از اروپا صادر کردن به چین و بعضن اروپا شرقی و اکثرا به چین و به اصطلاح آسیای جنوب شرقی و به کشورهایی که توش نیروی کار ارزون هست و به جایی مثل ایران به یه درجه و به جای دیگه. امروز مشکل این طبقه کارگر حتی با اون شکلش که تو قرن 20 داشتیم دیگه تو اروپا با اون شکل نیست. هر چی رو شما دست بگیرین تو اروپا، از مدادی که جلوتونه تا تلویزیونی که میبینین تا کامپیوتری که دارین تا لباسی که میپوشین تا غذایی که میخورین، همش تولید یه جا دیگه است که کار توش ارزونه. قبلا اینطوری نبود. طبقه کارگر میتونه جامعه رو بخوابونه. امروز اصلا اینطوری نیست. کارگری یه جا کارگره رو بردن از جلو چش جامعه کنار، بردنش فرستادنش چین یا ایران یا کشورهای دیگه و جامعه حتی اصلا متوجه نیست نعمت چجوری متولد میشه. این بحرانیه که به اصطلاح کوچ طبقه کارگر به کشورهایی که توش با جهانی شدن به خصوص سرمایه‌داری تو دهه آخر قرن 20 و دهه اول قرن 21 کوچ داده شدن به جای دیگه و این بحران بسیار ریشه‌ای و پایه‌ای‌تر تو اروپا و آمریکا به یه درجه هنوز فرق میکنه، ولی تو اروپا به شدت پایه‌ایه. آمریکا هم افتاده رو این مسیر داره اینجا میره، ولی آمریکا هنوز بخش وسیعی از تولیدات و بخش وسیعی از طبقه کارگر صنعتی هنوز تو آمریکا هستن. اروپا هم پدیده نداریم دیگه. ولی بخش مهمی از مراکز صنعتی عظیم هم اینجا باقی موندن و هنوز قدرت تشکل طبقه کارگر در اینجا بالاست. و آیا فکر نمی‌کنید با بس که شما این قسمت و این تنه عظیم کارگری و سوابقش بی وظیفه میشه، یا شما نه بی وظیفه نمیشه؟ نه بی وظیفه نمیشه. من دارم یه چشمانداز مکرویی از جامعه میدم که توش طبقه کار، ببینید تو جامعه مثل ایران یا چین یا سابق اروپا یا امروز حتی تو آمریکا، طبقه کارگر میتونه جامعه رو بخوابونه. الان نمیتونه تو اروپا این کارو بکنه. از یه طرف به لحاظ کمیتی اون امکان، به لحاظ به اصطلاح درجه خود مکانیزم سرمایه‌داری اون به علت اینکه بخش زیادی از این طبقه رو فرستادن تبعیدشون کردن به یه جای دیگه نمیتونه. و از یه طرف دیگه کل فسادی که این سندیکالیسم و لیبرالیسم بورژوایی تو طبقه کارگر، خرافات و فسادی که به وجود آورده، اینا کار بسیار مشکل میکنه. وگرنه کارگر که مهم نیست هر جا باشه بالاخره دستمزدش دفاع میکنه. سوال شما این بود که کارگر چجوری جواب این بحران بده. میگم کارگری که این ذهنیت رو داره و این ترکیب رو امروز تو اروپا داره، من شخصا بعید میدونم بتونه خودش رو پای خودش جواب این کار بده. مثل قدیما که توی کشورهای غیر پیشرفته کارگر ضعیف وجود داشت، میگفتن نمیتونه جواب مشکلات کشورشو بده. امروز هم طبقه کارگر به شدت ضعیف شده توی اروپا. میدونم کارخونه‌های عظیم هست، اونا هم دارن نقشه میکشن صادر کنن، مگه چیزایی باشه که دیگه نمیشه صادرش کرد یا از نظر منفعت استراتژیکشون نمیشه صادر کرد که اونا رو بعضا نگه میدارن. ولی حتی اونایی هم که امروز تو اروپا هستن قطعاتشو از چین براشون وارد میکنن. اینطوری نیست چیزی رو تو اروپا کامل، من سالهاست چیزی رو ندیدم نوشته باشه ساخت سوئد، ساخت انگلیس، ساخت فرانسه، هیچ چیزی رو ندیدم. سالهای سال تو اروپا ندیدم چیزی، امروز هنوزم نمیبینم. خب این واقعیت این جامعه است، باید دید
و به اصطلاح بهش توجه کرد. من مکروتر دارم حرف میزنم، مگه نه طبقه کارگر که هر جا بهش تعرض کنن لابد اعتراض میکنه، لابد مقاومت میکنه. و اما این چقدر میتونه سرمایه‌داری رو در هم بشکنه که سوال اصلی این بحث بود که چقدر میتونه این بحران سرمایه‌داری رو به جای دیگه ببره. من شک دارم برمیگرده به سوسیال دموکرات رای میده، برمیگرده بعضا الان دارن به فاشیستا تو فرانسه که دارن بعضا به فاشیستا رای میدن، به ماری لوپن دارن رای میدن از سر فقر. بر نمیگرده پدیده خوبی از توش بیاد بیرون. اگه بخوام به سطح ماکرو باشه، زمانی صحبت از انترناسیونال کارگری مطرح میشد که بتونه خط فکری جدیدتری رو بر بستر شکست یا فساد اتحادیه‌های کارگری به میدون بیاره و طبقه کارگر رو حول آلترناتیو کارگری، انقلابی کارگری بسیج بکنه. فکر نمی‌کنید اینجور چیزا، این نسخه ها که قدیمتر بالاخره محبوبیت داشته، همین شب همین الان جای محلی از ارعاب داشته باشه؟ ببینید، به نظر من کمونیسم رو تو اروپا یه شوک میتونه دوباره زنده کنه. کمونیسم رو به طور واقعی تو اروپا انقلاب اکتبر گذاشت رو نقشه. قبل از انقلاب اکتبر ما نداشتیم همچین پدیده. میدونم احزاب سوسیال دموکرات بودن یا حتی حزب کمونیست فرانسه بعد از جنگ دوم اساسا عروج میکنه. یعنی مارکس تو فرانسه همچون محبوبیت نداشت، تو انگلیس هیچ وقت اونجوری عروج نکرد. میخوام بگم که انقلاب اکتبر بود، کمونیسم رو تمام طبقه کارگر دنیا رو متوجه کمونیسم کرد که کمونیسم رو برگردون رو صحنه، نه کتاب نوشتن و تبلیغ و ترویج. و انترناسیونالی که قرار در بیاد از اون در میاد. انترناسیونال 2 از بطن دوره رشد شدید طبقه کارگر تو اروپا و شکل گرفتن اتحادیه‌های بسیار و احزاب، به هر حال احزابی که بیان رادیکالی از تبیین رادیکالی از خواستای طبقه کارگر میدادن، ضد سرمایه داری بودن، شکل گرفت. اما امروز کلاً این پدیده رو دیگه نمیبینیم. من نمیدونم، ممکنه یه انترناسیونال درست بشه، ممکنه 100 تا کارگر جمع بشن، 200 تا کمونیست جمع بشن. سوال اینه که دامنه بردشون کجاست، چقدره؟ سوال اینه که چقدر میتونن طبقه کارگر رو به اصطلاح به تحرک در بیارن، موبیلیزه بکنن و چقدر نفوذ دارن. اینا سوال. و این آدم کمونیست که کم نیست تو اروپا، اصلا کم نیست. مسئلهش اینه که اینا اصلا رابطهشون با کل طبقه کارگر قطعه و طبقه کارگر زیر چنگال سندیکالیسم و لیبرالیسم بورژوایی خفه شده و خفش کردن و خودش هم مشکلات خودشو گفتم داره، به خاطر اینکه هیچ وقت بلند نشدن از دستمزد کارگر چینی دفاع کنن، هیچ وقت بلند نشدن بگن این حق کارگر سنگاپوری یا حق کارگر فیلیپینی نیست اینجوری زندگی کنن. هیچ وقت بلند نشدن چون براشون منفعت داشت. خب شروال جیمی میرن اینجا $2 $2 بهشون میفروشن، معلوم نیست چینیه به چقدر تولید کرد. میخوام بگم دارن استفاده میکنن در ضمن از اون به اصطلاح اون وضعیتی که کارگر، وضعیت فلاکتباری که کارگر تو کشورهایی که بر اساس نیروی کار ارزون دارن کار میکنن زندگی میکنن و این به درجه زیادی نه میلیتانسی، رادیکالیسمشون رو خشکونده. این واقعیتیه. منتهای انقلاب کارگری میتونه همه چیز رو دوباره عوض کنه، یا انقلاب کمونیستی میتونه دوباره بذارتش دوباره سر جای خودش. برای اینکه گفتگومون به جایی رسونده باشیم، فقط سوال شما گفتین یه شوک میتونه وضعیت طبقه کارگر در اروپا رو عوض بکنه و یه انقلاب کارگری در ایران میتونه این همچین واقعیه رو دامن بزنه یا این همچین موتوری رو به حرکت در بیاره. توضیح بیشتری در این مورد میتونید چند دقیقه ببینید، انقلاب کارگری هر جای دنیا اتفاق بیفته این تاثیر رو خواهد داشت. منتها شاید من شناختم چندان زیاد نیست، ولی ایران رو یکی از کاندیداهای خوب برای این انقلاب میبینم. ایران کشوری که توش انقلاب کردن تابو نیست، مثل سوئد یا مثل آلمان یا مثل حتی انگلیس. تو اینجور جا انقلاب کردن بده، تابوه، نمیشه دولت رو پایین کشید. تو سوئد و آلمان که اصلا علیه دولت حرف بزنی، اعتراض کردن یه جوری مذمومه، چه برسه به اینکه پایینش بخوای بکشی. ایران و فرانسه یا ایران یا کشوری مثل فرانسه دیگه اینجوری نیستن. 10 دفعه که دولتاشون رو پایین کشیدن انقلاب کردن. این کشور مستعد انقلاب
طبقه کارگر بسیار پیشرفته و وسیعی داره، کمونیسم توش خوشنامه و فعالین کمونیست و رهبران کمونیست توش با احترام بهشون برخورد میشه. این کیسا رو مطلقاً توی نه آلمان دارین نه هیچ جای اروپا ندارین. هیچ جای اروپا کمونیسم پدیده خوشنام و با احترامی نیست ازش یاد بکنن. این پدیده تو ایران هست. مذهب اون نقش رو تو ایران نداره که تو ذهنیت سیاسی آدم‌ها، تو زندگی روزمرهشون یه بحث دیگه است. تو ذهنیت سیاسیشون، تو عملکرد سیاسیشون اون نقش رو نداره و ایران یک کاندیدای بسیار خوبه برای انقلاب کمونیستی که میتونه توش اتفاق بیفته و اگر اتفاق بیفته به نظرم دنیا رو آنچنان زمین لرزه‌ای خواهد گرفت که کمونیسم از هر جایی، انقلاب اکتبر کمونیسم رو از دهات چین سبز کرد، در دهات چین سبز کرد. هر ناسیونالیستی دیگه به خودش میگفت من کمونیستم. حالا چیز میخوام بگم اونقدر آلمان فوراً توش انقلاب شروع شد، انقلاب کارگری شروع شد. کاری ندارم اون انقلاب مشکلاتش چی بود، چرا شکست خورد، ولی انقلاب تو آلمان شروع شد. انگلیس کل این پدیده به اصطلاح دولت رفاه و اینا بخش زیادیش از اونجا نتیجه گرفت که اگه تو بقیه اروپا دولت رفاه نتیجه گرفت که اگه این کار نکنیم بولشویکی میشه همه جا. میخوام بگم که حتی تغییرات رو هم یه انقلاب میتونه به بورژوازی تغییرات جزئی رو تحمیل کنه. گروه شما درسی به دلیل وقت مجبوریم نقطه پایان بذاریم بر گفتگومون، در این حال که سرفصل‌های متعددی رو باز کردین که در گفتگوهای بعدی به اون خواهیم پرداخت. تشکر میکنم. خواهش میکنم، لطف کردید.